آقا سلام. علیکم السلام و رحمت تو الله. این جبهه جنگ، حالا منظورم حتما سر خاکریز نیست، نه خلبانی به پر پایین یک کاری بکنه از دشمن، اینو بگیری چک بزنی فقط. دلت یعنی خنک نگاه کن، بشه. یک چماق برداری فقط بکوبونی به سرش، مشکل که نداره دیگه، اسیره دیگه. کم نه. کم یعنی زیاد بزنمش؟ نه خیر، یعنی کم حق بزنم نداری. مشکل نه داره، خیر آقا، زیاد بزنم نباید اشکال گفت نداره. آقا اشکال نداره، گفتم کم نه یعنی زیاد اشکال داره. نگاه کنید تا وقتی که این پاشدی دشمن اومده تو کشور ما، یعنی چی؟ بله اسیر حسابشو برس، نگهش دار حسابشو لا لا. برس. نگاه کنید دو تا بحث جداست. تا وقتی که این دشمن تو میدان جهاد و جنگ داره میزنه، شما قشنگ وسط پیشونی رو نشونه گیری کن، به قول بعضی اون خال وسط پیشونی بزن. تو میدان جنگ بزن. اما همین که این دشمن مثلا دستاشو برد بالا، پرچم سفید بلند کرد، آره این از هواپیمای جنگی که خلاصه موشک خورده پرید بیرون، این وقتی شد اسیر دیگه حق زدن و بالاخره ظلم کردن او اسیره. حقوق اسیر مشخصه، بازداشتش میکنیم، زندانش میکنیم، آقا بازجویی میکنیم، نه که به او شکنجه بدیم ما، نه اطلاعات ازش میگیریم. ممکنه که اطلاعات او خیلی به درد ما بخوره، ممکنه دشمن تحت فشار قرار بدیم که دست از جنگ برداره، خیلی کاربرد ممکن داشته باشه. ولی این فرد وقتی شد اسیر حتی دیگه سیلی هم نمیتونیم بزنیم. فوش چیه؟ نه خیر، باید اخلاق اسلامی رو انشالله مراعات کنیم. ممنونم. سلامت باش. حاج عنایتی سلام. علیکم السلام و رحمت الله. یه موقع از جنگ سر خاکریزیم، یه سربازی رو میزنیم میکشیم، انشالله خدا قسمت کنه، اسلحه‌شو چیزایی که به تن و بدنش آویزونه رو برمی‌داریم میبریم. خب یه موقع است نه، توی کشور خودمونیم، یک هواپیمایی رد شد افتاد پایین، یه سری چیزا بند و بساطشو برداریم ببریم برای یادگاری و عتیقه، و یا مثلا خدا چیزی یه خمپاره چیزی موشکی اومد پایین سالم، همینو برداریم ببریم خونه. آرزو بر جوانان عیب نیست. این حکمش چیه؟ انقدر دوستان یه موشک F35 داشته باشه. موشک F35 اون بمبش آها خودش که نمیشه آجا. اون ماسورهشو باز کنی ها، میدونی که اگه حساس بشه کار دستت میده. حالا اینا حکمش چیه؟ میتونم وردارم نمیتونم وردارم، مال خودم میشه نمیشه؟ نگاه کنید غنایم جنگی رو دو قسمت میکنیم، یعنی اگه دوست داشتید بیشتر مطالعه کنید استفتاءات از امام رضوان الله علیه هست، از حضرت آقا نکاتی داریم. یه وقت غنایم جنگی اینه که یکی از دشمنان حمله کرده تو میدان، زدیمش، پا فرار گذاشته، وسایل شخصیش هم ریخته، لباسشو در آورد و کیف پولش افتاده و انگشتراش افتاده، بله این غنایم شخصی است، خلاف قوانین نباشه بردار. یه وقت نه، شما خمپار انداز برداشتی، 4 تا موشک RPG برداشتی، 2 تا هفتی رو کلت و فلان فلان برداشتی، اینجا این غنایم جنگی است که ابزار و ادوات نظامی است، اینا مال حاکمیت و نظام اسلامی است. اموال شخصی که بخواید غنیمت بردارید نیست. پس این دوتا رو باید جدا کنیم. اون آرزوی گرفتن موشک F35 و یه حرفا رو بذارید کنار. اگه چنین چیزهایی به دست بیاد، اینا رو باید تحویل نیروهای امنیتی و نظامی بدیم. این غنایم است که مال نظام اسلامی است، نه برای اشخاص. بله بعضی از لوازم شخصی فلان دشمن، آقا حمله کردیم این خاکریز دشمن رو گرفتیم، حالا می‌بینیم که آقا مثلا پر از خوراکی کمپوت دارن، چیزا خوشمزه دارن، اینا رو بردارید میل کنید. همین. بله. اگه کمپوت تهش موند. تشکر. سلامت باشید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آجا این وصیت چیه؟ هر دفعه که یه ذره اوضاع بیریخت میشه میگم وصیت‌نامه تو بنویس، یا میخواد بره حج، سفر میخواد بره، کربلا میخواد بره انشالله، میگه وصیت‌نامه تو بنویس. چیز خوبیه؟ بله. وصیت از توصیه‌های دینی و اخلاقی است. مثلا حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است: ما ینبغی لامرئ مسلم ان یبیت لیلة الا و وصیته تحت رأسه. سزاوار نیست، شایسته نیست که مسلمان و مؤمن شب رو بخوابد مگر اینکه وصیت او آماده زیر سرش باشه. یعنی من وصیتم نوشته باشه. حتی ممکن نوجوانی 15 16 ساله 20 ساله باشه، آقای جوان 25 30 ساله باشه. به جنگ و سفر هم نه. بله خود این که من وصیتم بنویسم. وصیت یعنی چی؟ یعنی توصیه های من برای بعد از فوتم، یعنی فکر رفتنم و آخرت و عاقبت و قبر و قیامت هستم. و خود این خیلی نکته مهمی است، انسان رو بصیر میکنه. انسان میبینه که این سرد و گرم روزگار میگذره، انسان میفهمه که باید مراقب اعمال و افکارش باشه، انسان میفهمه که باید وظایف شرعی و الهی انسانش کوتاهی نکنه. خیلی آثار خوبی داره وصیت کردن. حالا ما وصیت‌های مستحب داریم، وصیت‌های واجب هم داریم، حتی وصیت‌های مکروه و حرام و باطل هم داریم که تو بحث وصیت مفصل گفتیم.
اما خلاصه وار اشاره کنیم. وصیت تعریفش چی شد؟ توصیه‌های انسان برای بعد از فوتش. من قبل از فوتم نسبت به اموالم ببخشم، هدیه بدم، وقف کنم، اینا میشه مال قبل از فوتم، اینا وصیت نیست. وصیت مال بعد از فوتمه. وصی معین میکنم که خیلی نکته مهمیه. بزرگترا، جوانترا که میخوان وصیت کنن، وصی معین کنن. یعنی من این نامه‌ای که می‌نویسم به عنوان وصیت، این دفترچه وصیت نامه که پر میکنم، 2 شاهدم میگیرم، ممکنه من سند محضری هم ثبت بکنم، چه کسی به وصیت من عمل کند. این نکته مهمیه، چون اگر ما وصی یعنی عمل کننده وصیت معین نکنیم، برای ورثه مشکل پیش میاد. هیچ کدوم نمیتونن دست بزنن، باید برن سراغ قانون و حاکم شهر. پس وصی معین میکنیم. از اون طرف ممکنه 2-3 نفرم ناظر بر وصی بذارم، میگم آقا پسر بزرگم وصی من، پسر دوم ناظر باشه، ببین آقا وصیت درست عمل میشه یا نه. اینو مشخص کنیم. در وصیت نامه ما بعضی نکات واجب داریم. اگر من دینی بر عهدمه، آقا شرایط جنگیه، دشمن حمله کرده، میخوام برم جبهه جهاد. خب جبهه جهاد بالاخره شهادت هم انشالله قسمت روزی آرزومندانش بشه. انسان اگه وظایف واجبی بر عهده داره، نماز قضایی داره، روزه قضایی داره، خمس گردنشه، حج مستطیع شده توفیق پیدا نکرده بره، رد مظالم گردنش هست، کفارات، این واجبات. به کسی بدهکارم، قرضی از کسی گرفتم که اگر نگم حق او ضایع میشه، این بدهکاری مالی و دیون حق اللهی و امثال این قضایا که بر عهدمه، تا وقت خودم فرصت دارم واجب خودم سریع انجام بدم. اگر دارم جبهه جهاد میرم و فرصت نیست، یا ممکن عمل جراحی سختی داشته باشم، ممکن سفر خطرناکی میخوام برم، در موارد خاصی این وصیت دیگه میشه واجب. در شرایط عادی خوب و مستحب، در شرایط ویژه میشه واجب. خب در کنار اینها گاهی اوقات ما توصیه‌های دیگه هم داریم. مثلا داریم شما اگر فرزندان نیاز مالی ندارن، میتوانید تا ثلث مالت رو وصیت کنی برای امور خیر، برای فقرا، برای نیازمندان، برای تازه عروسی که دست و بالش تنگه، وقف بر امور فرهنگی میتونه وصیت کنه. اما اگر ورثه و بچه‌ها نیازمندن، کار پسندیده نیست که ثلث مال رو کامل وصیت کنیم. اون توضیحات داره، فعلا عبور میکنیم. یکی دیگه از وصیت هایی که لازم و واجبه اینه که اگر فرزند صغیر داره، بچه نابالغ داره که اگر برای او قیم مشخص نکنه، ممکنه تربیت این بچه به خطر بیفته، ممکنه اموال بچه را حیف و میل کنن. اینجا معین کردن قیم هم جزء وظایف واجب این پدر و ولی هست، با همون شرایطی که عرض کردیم. همچنین اگر من از کسی طلبی دارم، دیگر من یک دینی داره که اگر به ورثه خودم اطلاع ندم، حق ورثه ضایع میشه. اینجا هم لازمه که در وصیت نامه این حقمو ذکر کنم که ورثه بعداً از حق خودشون دفاع کنن. حالا مستحبات دیگه هم داریم که در جای خودش بیان شده. تشکر. سلامت باشی. استاد عنایتی. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ آقا جنگ میشه بعد فرار کنیم یا وایستیم؟ یعنی از کجا؟ بریم هر جایی که میزنن، موشک زدن بغل خونمون، خب من فرار کنم که جونمو حفظ کنم یا وایستم مالمو حفظ کنم؟ نگاه کنید چند تا مطلب هست اینا بسنجیم. یه وقت شما رزمنده‌ای، فرار از جبهه گناه کبیره است. آخه وسط شهر جنگ. حالا گفتم یه وقت شما رزمنده ای، وقت نه میگم من مردم عادی هم، دشمن داره حمله هوایی کرده، موشک میزنه، آقا خیانتکاران و منافقین و نفوذی‌ها دارن خرابکاری میکنن، بگیم اینجا شرایط فرق میکنه. اینجا باید اول ببینیم مسئولین کشور چه تصمیمی میگیرن. گاهی مسئولین کشور تشخیص میدن، میگن آقا الان نفوذی‌ها زیادن، به لحاظ اینکه نفوذی‌ها زیادن و حجم میبرن و جان مردم در خطره، ما خودمون برخی از کارهای اداری رو غیر حضوری میکنیم. شما هم اگر جای امنی دارید برید فعلا موقتا یه جای امنی بمانید تا ما کنترل کنیم موضوع. این اشکال نداره، نه جبهه جهاد رو ترک میکنن نه چیزی. یه وقت نه دشمن داره حمله نظامی میکنه که جرئت نمیکنن به حمدالله، دشمن میخواد حمله نظامی کنه، اگر سرزمینی شهر روستای خالی باشه او راحت تر تسلط پیدا میکنه. اینجا ترک اون مکان کمک به دشمنه، نه هرگز. یه وقت رفتن من اینه که یه کاری در این شهر تعطیل میمونه، نیروی خدمات بهداشت درمانم، نانوا هستم، آقا خدمات امنیتی دارم، من نباید میدان ترک کنم، ولی ممکنه همسر و فرزندانم به جای امتری ببرم ولی خودم وایسم وظیفه‌مو. لذا اینا رو باید بسنجیم، برای همه نمیشه یک دست گفت. باید بسنجیم که من خلاف وظیفه‌م نیست، تقویت کشورمونه، کمک به دشمن نباشه و اینها رو میسنجیم تا یک تصمیم عقلایی بگیریم
و این تصمیم هم عرض کردیم اصل قضیه مسئولین کشورمون تو شرایط خاص هم مسئولین نظامی و امنیتی اینا رو تشخیص میدن، به مردم اعلام میکنن، مردم هم کمال همکاری تو اینها دارن. ممنونم، متشکرم. سلامت باش. سلام خدمت آقای عنایتی. علیکم السلام و رحمت الله. وقت شما بخیر. عاقبت شما بخیر. آجا تو زمان عادی، یعنی زمانی که توی کشور عزیزمون هیچ جنگی نیست، صلح برقرار است، ان شاءالله همیشه هم صلح برقرار باشه ان شاءالله، آیا نیازه که جوونها یکی مثل خود من بریم آموزش نظامی ببینیم، نمیدونم مثلا کار با اسلحه یاد بگیریم، آمادگی دفاعی داشته باشیم، آمادگی بدنی و جسمی داشته باشیم، این چیزا لازمه یا نه؟ بله، از واجبات شرعی بحث حفظ آمادگی برای دفاع در مقابل هجمه احتمالی دشمنانه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما سراغ آیات قرآن کریم میریم، این آیه رو براتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه انفال، آیه 60. بسم الله الرحمن الرحیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیر ترهبون به عدو الله و عدوکم، تا آخر آیه شریفه. آیه امر میکند به رسول خدا صلوات الله علیه و سلم و همه مسلمین که چه کنید؟ آمادگی ایجاد کنید، برید برای خودتون سپاه تشکیل بدید، هر گونه آمادگی که در جبهه جهاد و دفاع در مقابل دشمنان لازمه، تجهیزات نظامی، آمادگی رزمی، آمادگی اطلاعاتی و خلاصه فضای مجازی تو زمان ما، به هر نحوی آمادگی در مقابل دشمنان لازم هست. برای روز مبادا باید جبهه اسلام و حق اینو داشته باشه و اتفاقا قرآن کریم میگه به قدر این آمادگی و قدرتتون رو بالا ببرید که دشمنان بترسن، جرأت حمله به شما رو نداشته باشن. لذا آمادگی جهاد و آمادگی دفاع، آمادگی رزمی، اینکه جوانهای ما همشون به خصوص آقا پسرها اصلا درس میگذرونن، آمادگی دفاعی در دبیرستان یا دوره آموزشی دارن در سربازی، اینا از همین مقدمات آمادگی رزمی و دفاعی است و به مقداری که جامعه مصون باشد، سرزمین اسلامی در امان باشه از طمع دشمنان، به نحو واجب کفایی بر همه مسلمین واجب است. پس در واقع طبق گفته این آیه، یعنی در واقع طبق متن آیه، حمله دشمن از جناحی عوض بشه، ما حداقل لازمه چیزهای کمی از اون بدونیم. مثلا بحث رسانه که فضای جنگ دشمن توی این رسانه خیلی بیشتر از شاید مثلا جنگ رو در رو باشه، نیاز پس حداقل ها رو ما بدونیم. حداقل ها نه، حداقل ها خیلی کمه. هر مدلی، هر خدمتتون نوعی، هر قسمی، هر شکلی، هر نحوی که دشمن هجمه و حمله داره، فضای سایبر هست، بحث جنگ روانی هست، آقا فضای خلاصه روانی جامعه، کف اجتماع جامعه هست، انواع و اقسام و روز به روز هم داره مدل‌های جدید میاد. تمام این فرمایید، ببخشید وسط کلامتون، اینجوری که میفرمایید یعنی همه جوانها حداقل باید با فضای رسانه به صورت مثلا متوسط یا حرفه‌ای بلد باشن. نگاه کنید یه جور دیگه بگیم، نه بذارید توضیح دیگه بدیم. دو تا بحثه، یکی اینکه بر تمام مسلمین این آمادگی لازمه، این یک بحث. بر همه به نحو واجب کفایی، یعنی به مقداری که جامعه مصون باشد برای اون حمله احتمال دشمن، این یک بحثه. یک بحث اینه ما در جامعه باید سپاه، لشکر، ارتش داشته باشیم و اینها باید همیشه آماده باشن. یکی تمام مردم حداقل هایی رو داشته باشن که الان آقایون میرن آموزش دارن، دوره سربازی دارن، بر روز مبادا بالاخره 2 سال خدمت میکنن، هم به کشور و نظامشون، به سرزمینشون، به ملتشون، هم روز مبادا که دشمن حمله کرد آمادگی داشته باشیم. هم ارتش و سپاه ما باید همیشه بهترین تکنولوژی ها رو داشته باشن که در مقابل دشمنان محکم بایستن. خدا خیرتون بده. سلامت باشین. آقای عنایتی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اهانت به مقدسات دشمن هم حکم شرعی داره؟ دشمن دیگه. نگاه کنید، اهانت به خود دشمن تو میدان جنگ یک بحثه. هر چیزی که روحی دشمن تضعیف کنه ما به کار میگیریم. جنگ خودش رو تحقیر میکنیم، توهین بهش میکنیم. حالا توهین معنی کلمات زشت و الفاظ رکیک نیست، درست شد؟ به معنا نیست، ولی اینکه او رو حقیر و ذلیل و نادان و شیطانی و اینجا اشکال نداره، خیلی هم خوبه. ولی مقدسات حسابش جداست. ما در دین مبین اسلام
آیات روایت داریم. مثلا مسلمان کسی است که به تمام انبیا و کتب انبیا گذشته اعتقاد داره، لذا به مقدسات اگه منظورتون انبیاست، هرگز اگر کسی به یکی از انبیا توهین کنه مسلمان نیست. بله. پس باید مراقب باشیم. اگر یهوده، اگر فلان فرقه است، اگر صهیونیسم، مقدساتی که اون مال دینش هست، انبیا، کتب آسمانی، نه هرگز در هیچ شرایطی توهین نمی کنیم. حتی اگر او حتی کرد ما نه، ولی به شخص او، به حقارت و ذلت او، به شیطان صفت بودن او، به اینکه حقیر و ذلیل و ناتوان و خبیث است، میکشیم، اعتصاب تو میرسیم، خونتو میریزیم. بله اینا اصلا رجاز خواندن مال میدان جنگ و جهاد است، خیلی هم خوبه و ما نمونه هم در تاریخ داریم و حساب این دوتا جداست. به مقدسات الهی توهین نمی کنیم، ولی به اون فردی که تو جبهه جنگ اومده دشمن ماست چرا به خودش توهین میکنیم، تحقیرش میکنیم، ذلیلش میکنیم، ولی الفاظ کلمات بد نه. تشکر. سلامت باش. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. یه موقع از جنگ سر خاکریزیم، یه سربازی رو میزنیم میکشیم، انشالله خدا قسمت کنه، اسلحه‌ش و چیزایی که به تن و بدنش آویزونه رو برمی‌داریم میبریم. خب یه موقع است نه توی کشور خودمونی یک هواپیمایی رد شد افتاد پایین، یه سری چیزا بند و بساط رو برداریم ببریم برای یادگاری و عتیقه و یا مثلا خدا چیزی یه خمپاره چیزی موشکی اومد پایین سالم، همینو برداریم ببریم. آرزو بر جوانان عیب نیست. این حکمش چیه؟ انقدر دوستان یه موشک F35 داشته باشه. موشک F35 اون بمبش خودش که نمیشه. اون ماسوره‌شو باز کنی ها، میدونی که اگه حساس بشه کار دستت میاد. حالا اینا حکمش چیه؟ میتونم بردارم، نمیتونم بردارم، مال خودم میشه، نمیشه؟ نگاه کنید قناعه به جنگی رو دو قسمت میکنیم. یعنی اگه دوست داشتید بیشتر مطالعه کنید، استفتاءات از امام رضوان الله علیه هست. از حضرت آقا نکاتی داریم. یه وقت قناعه جنگی اینه که یکی از دشمنان حمله کرده، تو میدان زدیمش، پا فرار گذاشته، وسایل شخصیش هم ریخته، لباسشو در آورد و کیف پولش افتاده و انگشتراش افتاده. بله این قناعه شخصی است، خلاف قوانین نباشه بردار. یه وقت نه شما خمپاره انداز برداشتی، 4 تا موشک آرپیجی برداشتی، 2 تا هفتی رو کلت و فلان فلان برداشتی، اینجا این قناعه جنگی است که ابزار و ادوات نظامی است. اینا مال حاکمیت و نظام اسلامی است. اموال شخصی که بخواید غنیمت بردارید نیست. پس این دوتا رو باید جدا کنیم. اون آرزوی گرفتن موشک F35 و یه حرفا رو بذارید کنار. اگه چنین چیزهایی به دست بیاد اینا رو باید تحویل نیروهای امنیتی و نظامی بدیم. این قناعه است که مال نظام اسلامی است، نه برای اشخاص. بله بعضی از لوازم شخصی فلان دشمن آقا حمله کردیم، این خاکریز دشمن رو گرفتیم، حالا می‌بینیم که آقا مثلا پر از خوراکی کمپوت دارن، چیزا خوشمزه دارن، اینا رو بردارید میل کنید. همین بله اگه کمپوت تشون. سلامت باشید. رحمت الله. الحمدلله. حال شما خوبه؟ آقا جنگ میشه بعد فرار کنیم یا وایسیم؟ یعنی از کجا؟ بریم هر جایی که میزنن، موشک زدن بغل خونمون، خب من فرار کنم که جونمو حفظ کنم یا وایسم مالمو حفظ کنم؟ نگاه کنید چند تا مطلب هست اینا بسنجیم. یه وقت شما رزمنده فرار از جبهه گناه کبیره است. آخه وسط شهر جنگ. حالا گفتم یه وقت شما رزمنده ای، وقت نه میگم من مردم عادی هم، دشمن داره حمله هوایی کرده، موشک میزنه، آقا خیانتکاران و منافقین و نفوذی‌ها دارن خرابکاری میکنن، بگیم اینجا شرایط فرق میکنه. اینجا باید اول ببینیم مسئولین کشور چه تصمیم میگیرن. گاهی مسئولین کشور تشخیص میدن، میگن آقا الان نفوذی‌ها زیادن، به لحاظ اینکه نفوذی‌ها زیادن و حجم میبرن و جان مردم در خطره، ما خودمون برخی از کارهای اداری رو غیر حضوری میکنیم. شما هم اگر جای امنی دارید برید فعلا موقتا یه جای امنی بمانید تا ما کنترل کنیم موضوع. این اشکال نداره، نه جبهه جهاد رو ترک میکنن نه چیزی. یه وقت نه دشمن داره حمله نظامی میکنه که جرئت نمیکنن به حمدالله. دشمن میخواد حمله نظامی کنه، اگر سرزمینی شهر روستای خالی باشه او راحت تر تسلط پیدا میکنه. اینجا ترک اون مکان کمک به دشمنه، نه هرگز. یه وقت رفتن من اینه که یه کاری در این شهر تعطیل میمونه، نیروی خدمات بهداشت درمانم، نانوا هستم، آقا خدمات امنیتی دارم، من نباید میدان ترک کنم. ولی ممکنه همسر و فرزندانم به جای امتری ببرم ولی خودم وایسم وظیفم. لذا اینا رو باید بسنجیم، برای همه نمیشه یک دست گفت. باید بسنجیم که من خلاف وظیفم نیست، تقویت کشورمونه، کمک به دشمن نباشه و اینها رو میسنجیم تا یک تصمیم عقلایی بگیریم
و این تصمیم هم عرض کردیم اصل قضیه مسئولین کشورمون تو شرایط خاص هم مسئولین نظامی و امنیتی اینا رو تشخیص میدن، به مردم اعلام میکنن، مردم هم کمال همکاری تو اینها دارن. ممنونم، متشکرم. سلامت باشه. استاد عنایتی. آقای عنایتی سلام. علیکم السلام و رحمت الله. هر اتفاقی که تو این کشور متاسفانه میفته، فتنه‌های مختلف، یکی از این پلتفرم‌های مجازی خارجی بسته میشه. یا با یوتیوب میبندن، یا با تلگرام میبندن، یا با واتساپ میبندن، اینستاگرام میبندن. با مگه اینا چی داره؟ اصلا مگه استفاده ازش چه مشکلی داره آقا؟ خدا حفظتون کنه. اول باید متخصصین فضای مجازی و دیجیتال و سایبر و فلان اینا بیان دقیق تر بگن. من اطلاعات خودم رو خدمتتون عرض می‌کنم. بله، نگاه کنید این ابزار کاملا، یعنی شما وقتی پلتفرمی استفاده میشه، سازندش کیه، سروراش کجاست و پشت صحنه‌اش کیه، اون به چه اطلاعات از من شما دسترسی داره، تمام اینا قابل بررسی است. شما وقتی یک پلتفرمی استفاده میکنی، تمام اطلاعاتی که شما میدی، به دوستت یک سلام میفرستی، به همسرت یک خوشوبشی میکنی، برای رفیقت استیکر میفرستی، برای فلانی مطلب میذاری، جزوه درسی، تمام این اطلاعات شما از عکسای خانوادگی بگیرید، تمام ارتباطات تو، شماره تلفن های تو، تمام فضای گوشی شما، لپتاپت، فضای لپتاپ شما، تمام این اطلاعات در اختیار اون سازنده و برنامه نویس و اون مکانی است که سرورها هست. تیمشون. بله. و وقتی ما میدونیم تلگرام و واتساپ و بیاد سراغ برخی دیگه از این مشهورها، وقتی میدونیم دارندگانشون یهودی های صهیونیسم هستن و کاملا در حال هجم و حمله و ضربه به ممالک و کشور اسلامی هستن، خب این ابزار جاسوسی اونهاست، ابزار سوء استفاده از اطلاعات من و شماست. این اطلاعات رو به راحتی دست دارن، از اینا سوء استفاده میکنن، تمام اطلاعات من و شما رو به راحتی تحلیل میکنن، حتی اخلاقیات شما چه خلق و خوی دارید، چه چیزایی سرچ میکنید، 2 روز دیگه تمام شخصیت شما رو میشناسن. و باید مراقب باشیم این ابزار جاسوسی و ابزار هجم و حمله دشمن، اینها رو استفاده نکنیم و هم مردم عادی هم مسئولین وظیفه دارن خیلی ساده انگار و خوشبینانه نباشن. دشمنان قسم خورده من و شما این ابزار رو کاملا جهتدار استفاده میکنن. انشالله روزی رو ببینیم که پلتفرم‌های داخلیمون قوی بشه آقا. بله، به حمدالله متعدد داریم، روز به روزم جوانهای عزیز ما دارن کار میکنن، انشالله که برای همه اونا غلبه میکنه. حاج آقا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حاج من میخوام عکسای پادگانی که خودم دارم پا میکوبم رو زمین، دارم سربازی میکنم، میخوام برای بچهای خودمون، رفیقای خودمون بفرستیم. عکس میگیرم از حالا اون دکلی که داریم روش در واقع پاسبانی میکنیم و یا مثلا اونجایی که میخوابیم و رفت و آمده و فلان اینا، این اشکالی داره؟ آیا مثلا اطلاعات امنیتی حساب میشه؟ بله برادر من، خیلی هم اشکال داره. حتما باید مراقب باشیم. نگاه کنید دشمنان خبیث و کینه‌توزی که داریم از تمام اطلاعات، به خصوص مراکز امنیتی نظامی ما اطلاعات جمع‌آوری میکنن. همین که چه تعداد اونجا نیرو هست، اینکه ساعت تعویض شیفتشون کی هست، اینکه ابعاد اون فضا چگونه است، این اسلحه‌ای که اونها استفاده میکنن، تمام اینها، اینکه چقدر مراقبت بشه که شما گوشی در میاد یا عکس میگیری یا تو پادگان چه معنا داره شما گوشی هوشمند ببری و دوربین استفاده کنی. خود همینا خیلی مطالب به لحاظ امنیتی قابل بررسی است که سرباز تو پادگان نظامی گوشی تلفن همراه هوشمند عکس بگیره. خب خیلی بحث و گفتگو هست. لذا تمام این مثالایی که شما زدید مسائل امنیتی است، نظامیه، نباید پخش بشه، بلکه اگر مطلبی دیدیم باید تذکر بدیم، باید جلوگیری کنیم از پخش اون. اینها حتی در شرایط عادی، در شرایطی که دشمنان قسم خورده‌ای داریم همیشه ضربه میزنن که بماند، در شرایط عادی هم انسان باید اطلاعات اسرار رو حفظ بکنه. ما برخی از روایات داریم که اگر شیعه و مؤمنی اهل کتمان سر نباشه اصلا مؤمن نیست. از صفاتی که مؤمن باید داشته باشه تو مؤمن باشه، از امام رضا علیه السلام و برخی از روایات از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر معصومین علیهم السلام است که مؤمن نیست تا اینکه 3 تا خصلت داشته باشه. یکیش همینه، کتمان سر.
اسرار رو، اطلاعات رو، نظامی، امنیتی، گاهی خانوادگی. من این مسائل داخل خانه و خانواده دارم، معنا نداره برای هر کسی دوست و آشنا و همسایه بگم، نه خیر. اطلاعات و اون مسائل امنیتی رو باید خیلی مراقبت کنیم. گاهی اوقات یه چیزایی برای ما عادیه اما دشمن از همونا استفاده میکنه و ضربه میزنه. بله بله، حتی ممکنه شما بگید من با گوشی خودم 4 تا عکس گرفتم تو پادگان یادگاری. خب این گوشیایی که در دسترس من و شماست به فضای اینترنت متصله، هیچ کدوم امنیت نداره. تمام این اطلاعات رو دشمنان دسترسی دارن. لذا از همون اول با دقت کنیم چنین اطلاعاتی رو ذخیره نکنیم، چنین عکسایی رو نگیریم و رعایت کنیم. و این نکته رو بگیم، مثال هایی که شما زدید اکثر موارد خلاف قانون هم هست. از جهت خلاف قانون بودن هم این کار معصیت و گناه. آقا تا ما بدتر نشده خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. استاد عنایتی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. تو این فضای جنگی گاهی اوقات انقدر پیام ها زیاد میشه، کانال های پیام رسانی زیاد میشه، این از این خبر میده، این از اون خبر میده، این از این خبر میده. من حتما باید مطمئن بشم از اون خبر درست. یعنی به یه شکل دیگه بخوام سوالمو مطرح کنم، یعنی اگر من مثلا یه پیامی رو برای یه کسی دیگه بفرستم یا تو گروه و کانال‌های خودم ارسال کنم، اگر شایعه باشه، قطعی نباشه، من کار اشتباه و حرامی انجام دادم یا نه؟ بله بله. اوه. چند تا نکته. یکی این که بزرگواران نه شرایط جنگی و حجم دشمن، بلکه در شرایط عادی قرآن کریم باز مطلب داره و دستور داره و توصیه داره، روایات فراوان داریم، احکام شرعی هم داریم. این آیه شریفه رو دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خیلی عجیبه ها، قرآن برای همه حالات میگه، همه شرایط، که مسلمان ها اگر یک فاسقی بر شما خبری آورد. یعنی چی فاسق؟ یعنی این مسلمانی که حالا دروغ هم میگه، غیبت هم میکنه، بدچشمی و بدزبانی، بدحجابی و بی‌نمازی و مسلمانه ولی اهل گناه، فاسقه. چه برسه به کافر، چه برسه دشمن که بعضی متاسفانه پای شبکه‌های دشمنان میشینن که اینم یه توضیحی داره بعد عرض میکنیم. اگر مسلمان فاسقی برای شما خبری آورد، فتبینوا، تبیین کنید، بررسی کنید، بپرسید، جستجو کنید، ببینید صحت و سقمش رو بررسی کنید، آیا حقیقت و واقعیت داره یا نداره. که اگر این چنین عمل نکنید، پس به شما از روی این جهلی که داشتید و خوشباور بودید و هر کسی اعتماد کردید، آسیب‌هایی میرسه که گریبانگیر خود شماست. یعنی چی؟ یعنی بزرگواران، ما حق نداریم حرف هر کسی رو بپذیریم. باید منبع اطلاعات اخبار ما موثق باشه. در شرایط عادی هم حتی باید از منابع خوب استفاده کنیم. اون مطلبی گفتیم بعدن میگیم، الان عرض بکنیم. ما تو برخی از روایات داریم هر کس پای صحبت کننده و سخنران و گوینده بنشیند، داره اون رو عبادت میکنه. اگر اون کلام حقی بگه، از جانب خدا بگه، خدا رو عبادت میکنه. اما اگه کلام باطل و شیطانی بگه، داره شیطان رو عبادت میکنه. خبرگزاری هایی که دشمن ما هستن، BBC بهایی کثیف و رسل و دیگه بقیه شبکه‌هایی که اسمشون نیاریم، اینا دشمنان قسم خورده کشور و دین و مملکت و مردم ما هستن. حق نداریم گوشمون رو به این افراد لاابالی و بیدین بسپاریم. پس اینو داشته باشید. خب بیایم سراغ بحث این که من اگه خبری به هم رسید تو فضای مجازی، توی کانالی، گروهی که دوستان خودمون هستن، دیگری فرستاد، اگر یقین و اطمینان و دلیل بر صحت اون ندارم، حق ندارم این به عنوان یک خبر واقعی و حقیقی و 100% پخش کنم. اگر مطلع باشه نادرست، همونطور که اون شایعه ساز و شروع کننده به این دروغ گناهکار هست، پخش کننده این هم شریک گناه هست. پس ما مراقب باشیم. دشمنان میخوان زنجیروار بیان حرفای نادرستشون و اشتباهشون با انگیزهای مختلف تو جامعه پخش کنن. ما ادامه دهنده این زنجیره باطل نباشیم. حتما با دقت و توجه منبع خبر و اطلاعات موثق باشه، گویندش دقیق باشه، بررسی کنیم و هیچ ضرورتی نداره من هر چی بهم رسید پخش کنم. حتی اگر مطلب درستی باشه، باید ببینیم که آیا جو روانی جامعه رو خراب میکنه، آیا باعث ترس و رعب مردم میشه، آیا ضرورت داره من این مطلب به هر کسی بگم؟ هیچ ضرورتی نداره. یعنی گاهی اوقات خبر درسته اما بازی تو زمین دشمن. بله بله، ما خبرگزاری ها داریم وظیفه‌شون رو انجام میدن، رسانه ها داریم انجام میدن. این نیست که من کیف کنم بگم اولین کسی هستم این خبر رو پخش کنم. اگه خبر راستم باشه ممکنه آثار سوءی داشته باشه، بعدم باشه که من گناهکارم.
پس مراقب باشیم. شایع پخش کردن معصیت و گناهه، نشر اکاذیب، دروغ ها، این حرامه. خبری رو من اطلاع یقین ندارم، قول به غیر علم یکی از گناهان، گاهی هم گناه کبیره است. مطلبی رو میگم که خودم یقین و اطمینان ندارم ولی به صورت قطعی میگم این کار حرامه و باید دقت و توجه کنیم، از این گناهان پرهیز کنیم. ممنون و متشکر. سلامت باشیم. سلام استاد عنایتی. علیکم السلام و رحمت الله. آجا من میخوام برم جنگ، مامانم نمیذاره. دستش درد نکنه. باید اجازه بگیرم آجا. خب اولا شما دست مادر رو ببوسید، جشن. احترام کنید، عزت کنید و با محبت رضایت مادر رو بگیرید. اما پاسخ دعوا رو نندازم یعنی. بله، اما پاسخ اگر جهاد شد واجب عینی، یعنی شما یک رزمنده‌ای هستید، شاخصید، توان رزم دارید، الانم جامعه نیاز داره، وقتی شد واجب عینی دیگه رضایت پدر و مادر لازم نیست. اما این توصیه اخلاقی هست، بروید دست مادر پدر رو ببوسید، احترام کنید، عزت کنید و با محبت رضایتشون به دست بیارید. واجب عینی هم یعنی به تک تک افراد واجب است. بله، وقتی که جامعه و سرزمین و کشور و ملت و نظام ما نیاز داره برای دفاع به مقداری که دفع بشه شر دشمنان الان نداریم، برای اون کسانی توان دارن میشه واجب عینی. و اگر واجب عینی نباشد باید حرف مامان‌بابات رو گوش کنید. اگه واجب عینی نباشه میشه واجب کفایی. در واجبات هم باز اذن لازم نیست، اما اونجا بهتره که احتیاط کنیم. اگر صبر کردیم دیگران جای ما رو پر کردن، خب اون وجوب از ما برداشته شد، تفاوت داره. ولی اونجا هم واجب کفایی باشه، ممکنه منبع کفایه نباشه، باز هم لازم باشه وظیفه رو انجام بدیم. ممنون و متشکرم. خدا حفظتون کنه. سلام خدمت استاد عنایتی. علیکم السلام و رحمت الله. احوال شما چطور؟ الحمدلله کثیرا، ممنون. حاج آقا اگه دشمن خدای نکرده به کشور ما حمله کنه، وظیفه من به عنوان یه فرد ساده چیه؟ خدمت شما بزرگوار عرض کنم که چند تا بحث مهم و جدی داریم. یک بحث اینه متوجه باشیم و بدونیم یکی از واجبات مهم الهی که از ارکان هم محسوب میشه، از ضروریات دین هم هست، جهاد است. جهاد در راه خدا مثل نماز، روزه، خمس، حج و بقیه واجبات از واجبات مهم دین مبین اسلام هست که آیات متعدد، روایات فراوان داریم و از ضروریات و از ارکان محسوب میشه. نکته بعد این که جهاد دو قسمه، جهاد ابتدایی است، توضیح خاص خودش رو داره، و جهاد دفاعی. سوال شما متناسب با جهاد دفاعی است. جهاد گاهی فیزیکی است، یعنی جبهه جنگ فیزیکی، توپ و تانک و مسلسل و این گونه. گاهی نه، بله، گاهی نه، جهاد اقتصادیه، گاهی جهاد فرهنگیه و مدل‌های مختلفی که می‌بینیم تو جامعه بین جبهه باطل علیه حق، کفر و شرک و نفاق و استکبار علیه مسلمین هست. فرق اساسی که بین این دو قسم جهاد میشه برای من و شما بیان کنیم اینه: در جهاد ابتدایی برای افرادی که میخوان در جهاد شرکت کنن شرایط خاصی داره، مرد باشد، بالغ باشه، قدرت جسمی داشته باشه و شرایط دیگه. اما در جهاد دفاعی که سوال شما از اون هست، ما شرط و شروط خاصی نداریم. هر کسی، خانم یا آقا، پیر یا جوان، ناتوان و توانا، مثلا من ممکنه بیماری جسمی داشته باشم ولی بتونم تو فضای مجازی فعالیت کنم، فرد در مقابل هجمه و حمله دشمن به هر نحوی میتواند دفاع میشه واجب. مطلب دیگه هم که خیلی مهمه اینه: اگر کفار، مشرکین، دشمنان به یکی از کشورهای اسلامی، دیگه اینجا فقط کشور خودمون و سرزمین عزیزمون ایران عزیزمون نیست، بلکه به هر کشوری از ممالک و کشور اسلامی حمله بشود، به هر مسلمانی از میان مسلمین کفاری حمله کند، بر هر مسلمانی به مقدار توانش دفاع میشه واجب. هم اقسام مختلف دفاع، هم سرزمین‌های مختلف، هم به هر نحوی بتونید دفاع کنه میشه واجب. مطلب جالب دیگه اینه: در بحث دفاع و جهاد دفاعی اذن امام معصوم و اذن ولی فقیه هم لازم نیست، بلکه باید به صورت فوری مسلمین تا متوجه شدن به دفاع برخیزند و از سرزمین‌های اسلامی، از ناموس مسلمان دفاع کنند. بسیار خب. پس حمله‌ای که گفتید که اول مطلب بود، یک بار حمله پس به هموطن ماست و ما باید دفاع کنیم که مثلا مرز و بوم خودمون باشه. پس یک بار هم حمله به هم مذهبی و هم دینی ماست که ما باید دفاع کنیم. بله، و به سرزمین‌های اسلامی، گاهی به کشور عزیزمونه، گاهی به مردم عزیزمونه، گاهی به سرزمین‌های اسلامی است،
گاهی به مسلمین است، گاهی حتی ممکنه به یک فرد و شخص باشه. ما دفاع شخصی هم داریم، به یک فردی حمله کرده، فرد جانی و جنایتکاری، هم بر خودش دفاع از خودش واجبه، هم بر دیگر مسلمین. آبروی کسی رو میخواد بریزه، ریزه‌کاری زیاد داریم. فعلا چون سوال شما از حمله فیزیکی دشمن بود، متناسب با این جهاد دفاعی رو عرض کردیم. ممنون و متشکرم. سلامت باشه.